در شهر خوجند باز یک مرکزی نوی خدمترسانی تشکیلات امانتی قرضی خردی متین افتتاح گردید. آن در حدود بینای اساسی ریاستی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов جایگیر است. اکنون میزاجان این تشکیلات می توانند دوام 24 ساعت به این مرکز مراجعت نمایند. امروز تشکیلات امانتی قرضی متین هم تصمیم گرفت که در صحیفه گویم که تاریخی نوبتی خود باز یک صحیفه با خط زرین، یعنی که گشودن مرکز خدمترسانی نوبتی که با خدمترسانی به اهالی 24 ساعت به روزهای استراحت باید خدمت رساند افتتاح کرده ایستاده‌ایم. در اساس اجازتنامه‌های بانک ملی تاجیکستان تشکیلات امانتی قرضی خردی متین مبلغ‌گذاری خرد و بانکی را پیشکش می‌نماید که خدمترسانی این تشکیلات قرضدهی و جلب پس‌اندازها، خدمات اداره‌کنی پولی نقد، عملیات انتقال فوری پول و کارت‌های پرداختی میباشد. حالا در جمهوری 10 فیلیال و 15 مرکز خدمترسانی تشکیلات امانتی قرضی خردی متین فعالیت می‌کند. روز رمزی است، روز غلبه، عید غلبه در تمام جمهوری ما، در تمام کشور اتفاق شوروی روز غلبه را قطع کرده است. این هم یک نمونه غلبه می باشد که ما یک مرکزی نو شده استیم. یک قدم به پیش رفتن، تکنولوژی اینوواسیونی رو استفاده برده، جوانها رو با کارهای نیک دعوت کردن. این یکی از وظایف اساسی دولت و متین هم در سیمای مؤسسه یگانه آن رستم عظیمویچ همین راه همیشه پیشبر می باشند. افتتاح مرکز نوی خدمترسانی تشکیلات امانتی قرضی خردی متین با اشتراک مهمانان و نمایندگان تشکیلات ها برگزار گردید. مقصد از افتتاح این مرکز باز هم نزدیک شدن به میزاجان بوده. دوام سال جاری در نقشه است که افتتاح 2 فیلیال و بیش از 5 مرکزهای خدمترسانی به راه مانده شود. ما کوشش به خرج می‌دهیم که همه آن خواهش میزاجانی که هست به جا آوریم و در آینده عموما باز هم صفی چنین مرکزها و فیلال‌های خود را زیاده نموده به هدف‌های استراتژی هم دولت و حکومت و هم سیاست پیشگرفته اقتصادی مالیاتی جمهوری تاجیکستان برسد. جمعیت مسئولیتش محدود تشکیلات امانتی قرضی خردی متین ماه ایولی سال 2009 تأسیس یافته است. این تشکیلات نه تنها با میزاجان کاپیراتیوی، شخصان حقوقی، بلکه با شخصان واقعی هم فعالانه همکاری نموده در سالهای آخر شماره میزاجان شخصان واقعی را به طور نظررس افزایش داده است. سمت افضلیت‌ناک فعالیت تشکیلات امانتی قرضی خردی متین پرتر قانع گردانیدن طلبات سوبیکت‌های خواجگیداری و شخصان واقعی به خدمترسانی زمانوی و با صفت میباشد. گزارش منظور بختیارزاده و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.